که همه 3 سال هم خیلی همه یه ماه کم خیلی درمان شدم را گشتم خنمیتم وقتی جنگ بود که جنگ دا پینسم توغری شده با برامده من کرا 30 سال که قریب 35 سال کار کردم حاضر 2 ساعت وقتی که ما چیز بودیم پینسم میگفتیم مایلی که ما 60 سامانک بود خیر رفته الهی برکای آوان با خیر زیاد کردن 2 ساعت میشه پای من هم به همین دارو دارو بسیار میگیره من بینه حالا 6 تاش خورم 3 تا ایستاده مردم من همین بای میرم ششم کارپوز میرم تا دارو تا خواه 3-4 هزار صرف میکنم من هم دست پام از می کفتم تا میسوزه از آنام تا کمتر پلاترید گفتنو بعد دولینی دارم دیلم ما کسلی قند شده هیچی نمیرسه من همه یک وکالی پاره 275 سامان گرفتم در مقربلا 46 سال آموزگاری کردم امروز با نفقه برو آمدم نفقه از طریق دولت اول میگرفتیم 200 سوم بعد حاضر من این زیاد شدگی 254 سوم نفقه میگیرم خب همین نفقه در زندگی استفاده میبریم از همین نفقات بعضی وقت خوراک بعضی وقت من زندگی یک جور رفتم برای طبابت استثمار ذخیره میکنیم همین استفاده میبریم دیگر یگان راهی وای نیست نه که این در زندگی ما نمیرسه این برای طبابت و برای دورواری و برای دیگر چیزا این نمیرسه نه که علاج نیست چون که ما در دهات زندگانی میکنیم بسیار ترگی از همون خوجگی دهقانی من خوجگی حولی من استفاده میبریم مثلا من پیاز کارتوشکا سبزی میوگی من شیر و جرغات و دوغ اساسا حسابی همون گاو مالمون که زندگانی میکنیم همین ما ذخیره کرده تو نیستیم اگر اینها نباشد ما این ذخیره کردن نمیتوانیم نمیرسد هر ماهیمون برق میسپاریم از همین نفقه من برق میسپارم 60 سوم 70 سوم 80 سوم برق میسپاریم میبیون نتیم نمیشود مبلغی و یا چی علاج یکی صبر میکنیم طاقت میکنیم من آزرده شدم من بر وقت آزرده شدم من 2 مرتبه شغل اهالی رفتم با رئیس شغل اهالی رفیق شریف رو مصلحت کردم اون کس به من گفتن که اگر از 200 سوم یک تین زیاد باشد ما زیاد کردن نمیتونیم این وزارت اجتماعی تامینات شوی میکنن نفقه شما معین میکنن برای همین من ناعلاج حتی با پرسیدم که آخر من 46 سال همچون آموزگار راستایی سادم فکر کنید که از سحر تا ساعت 2 یک راست میرسی قطعی بچه این مکتب همه دا معلوم یک کودکی خام میبرن ما گویا که باید انسان کرده گسل میکنیم جمعیت با سنفی 11 تمام میکند این شوخی نه آدم تربیه کردم انا براس همینم دولت همین قدر لاجق دیده علاج نداریم ما اگر دولت اگر سخاوتمندی میکرد همین مهون جیغ میزد من هم علاچی معارف جمهوری ترکستانم چند گرامات ها دارم نه که همین به حساب نگرفتم یک وقتا گزیت خوانده بودم که 10% باید زیاد کنه همینم به حساب نگرفتم من نمیفهمم اینا چه خیلی هستیم یا ممکن که ابولا فرمان در برآمد جناب عالیمان گپ میزنن که من همین خیال کنه بومای ممکن پونک دارد یا یگان چیزی دیگه دارد رایان اختیار خودش قضیه کار میکنه بجتی خودش قضیه کار میکنه خواهد میتیا نخواهد علاج ندارد زینب تورایوی 38 ساله از جمله قریب 170,000 نفر شهروندان تاجیکستان است که به سبب معیوبی نفقه میگیرد اما حجم نفقه او نیز ناچیز بوده حتی برای خریدن داروواری کفایه نمی کند. زینب با وجود معیوب بودنش دارای 2 معلومات می باشد اما جای کار ندارد. راهبریت آسایشگاه خواجه آبیگرم وعده کردند که در صورت به کار در آمدن کتابخانه آسایشگاه او را با کار تامین خواهند کرد اما هنوز معلوم نیست که این کار کی صورت می گیرد. از خانه زینب مکتب دهه کمتر از 100 متر راه است و او آماده است به مکتبیان کامپیوتر یا زبان عربی را آموزاند.
ҳоло ҳама талоши зайнаб баҳри он равона гаштааст ки бо ба даст овардани як қисм маблағ вазъи маишии худро беҳтар гардонад ва муҳимтар аз ҳама барои харидорӣ кардани дору имкон дошта бошад. Бо чунин андозаи ками нафақа дар Тоҷикистон беҳсозии вазъи иҷтимоии афроди бознишаста ва маъюб мушкил ба назар мерасад. همه خلق در اینجا میره میان همه این اینفکسیون ما نمیشه بیده اینجا زندگی کردن ما هرچند شرایط کردیم من خونه در توالت وان هست لیکن همش اینفکسیون اینجا زندگیش دشواره